مثلا وقتی هم راجع به مارکتینگ داری صحبت میکنی، میگی مارکتینگ بهترین نوع مارکتینگ اینه که تارگت مارکت باشیم، بدونیم که دقیقاً میخوایم به کی چه پروداکتی رو بدیم. ما دقیقاً نیش مارکتمون اسمال بیزنس ها هستن و کسایی که بیزنس خودشون رو دارن و اینا همیشه ریسک بیشتری دارن تا جاهای دیگه، مثل کیا؟ مثل پینتر، مثل روفر، کسایی که روی سقف دارن کار میکنن، یا مثلا کانستراکشنن، دنتیست، نمیدونم، اینا همشون ریسکای خیلی بالایی دارن و ما میایم به اونا کاورج میدیم. و خوبی پروداکتایی رو که ما داریم پروموت میکنیم اینه که نمیایم بگیم خب چون مثلا کارت خیلی سخته پس بیا تو 2 برابر اون یکی پول بده، یا مثلا چون کارت احتمال ریسکش زیاده پس بیا بیشتر پول بده. ما همه رو بیشتر پروداکتامون به یه چشم نگاه میکنیم، میگیم همه بالاخره این ریسکیه که وجود داره براشون دیگه و نمیتونیم من واقعا بگیم که کدومش ممکنه پیش بیاد، ولی میتونیم بالاخره تا حدودی بهشون کمک کنیم که کاورجشون رو داشته باشن. غیر از سلف امپلوید پیپل ها، ما با کسایی که خیلی هم اکتیو هستن اونها رو هم کاور میکنیم. کسایی که اکتیفن، مثلا کسایی که رودیو بازی میکنن، مثلا ما تو کلگری اصلا 2 هفته در سال همه شهر بسته میشه به خاطر اینکه خیلی گاوباز دارن و این چیزای رودیو اونجا داره اجرا میشه. خب کسایی که رودیو بازی میکنن، کسایی که مثلا زیپ لاینرن، نمیدونم اسکای دایوینگ میکنن، یا مثلا اسکی میکنن، یا سنو موبایلینگ میکنن، حتی بچه ها، یعنی همه میتونن که برای مدت کوتاهی دیسیبل بشن. پس در نتیجه پروداکت های ما واقعا به درد اون کسایی که خیلی اکتیو هم هست میخوره. پس این 2 تا دقیقاً نیش مارکت های ما هستن. کسایی که فیشینگ میکنن، ریسینگ میکنن، میکس مارشال آرتس دارن، یا any kind of sports، همه اینا رو ما چیکار میکنیم؟ امکانشو داریم که بهشون کاورج بدیم. من نمیخوام خیلی خستتون کنم با پروداکتامون، ولی که پروداکت رو که خیلی ما پروموت میکنیم هاسپیتالیزیشن ماست، که هاسپیتالیزیشن میگه اگه کسی یه شبم توی بیمارستان بخوابه $300 ما بهش پرداخت میکنیم. حالا اگه رفت توی بیمارستان مجبور شد از مراقبت‌های ویژه استفاده کنه، ما $1,200 اضافه بهشون میدیم، پس میشه $1,500 در روز. حالا اگر اون طرف بیاد بیرون و همون موقع هم که اومد بیرون بره سر کار، ما یه $3,000 هم تازه میایم اضافه بهش پرداخت میکنیم. حالا میگم نمیخوام که واقعا وارد پروداکت بشم، ولی کسایی که کرونا گرفتن و متاسفانه ریه‌هاشون درگیر شد مجبور شدن برن توی بیمارستان، و وقتی که رفتن توی بیمارستان مجبور بودن برن تو آی سی یو به خاطر اینکه بعد اکسیژن استفاده میکردن. اون آدما از این پالیسی $18,000 گرفتن. چرا؟ چون 10 روز مجبور بودن توی بیمارستان باشن، نفر $1,500 اونجا گرفتن، 3,000 هم اینجا، 18,000 تا. در نتیجه واقعا پروداکت ما دیزاین شده واسه پندمیک، ولی باز وقتی به اینشورنس اینداستری میره همشون نوشتن ما پندمیک رو کاور نمی‌کنیم، و ما اکچولی نه تنها کاور می‌کردیم و میگم $2.5 میلیون در هفته. معلومه که خیلی از اینا کسایی بودن که واقعا کرونا گرفته بودن و این پالیسی رو داشتن و تونست بهشون کمک کنه. یا حتی کسایی که میگم یه چیز دیگه خوبیه که این پروداکت داره، میگه اگر تعداد زمانی رو که تو توی بیمارستان بودی طولانی تر باشه، مثلا 1 ماه باشه، ما تا 3 ماه به شما ناتوانی 2-3 ماه دیسابیلیتی بهت پرداخت میشه. یعنی 4 ماه به عبارتی یه نفر میتونه حداقل $300 در روز رو دریافت کنه. حالا اگه توی آی سی یو هم بوده چند روزش رو میشه بیشتر. در نتیجه مثلا ما یه نفر داشتیم که مثلا 75 روز توی بیمارستان بوده، این پالیسی تونسته بهش میتونه تا $90,000 بهش پرداخت بکنه اگر تمام این مدت توتالی دیسیبل باشه. و در نتیجه پالیسی خیلی کوچیکی به نظر میرسه، ولی پرداختاش خیلی میخوره به کسایی که سلف امپلویدن، چون معمولا سلف امپلوید خودشون نمیندازه. معمولا سلف امپلوید حتی اگه اتفاقی بیفته میره بیزنسش رو انجام میده، چون یه سری اکسپنسای اضافی، هزینه هایی داره که اگه نره سراغ بیزنسش اون هزینه ها رو نمیتونه پرداخت کنه. خب میگم نمیخوام واقعا وارد خود پروداکت بشم. پروداکتمون خودش به نظر من خودش رو میفروشه. یعنی اگر کسی باشه که ریسک زندگی براش مهم باشه و مثلا خانواده داشته باشه، خیلی مهمه براش که بیاد چون ما هیچ وقت نمیدونیم به چه دلیلی ممکنه درآمدش رو از دست بده. خیلی خوبه که این پروداکت ها رو داشته باشه.
پس پروداکتامون they are good و نه تنها اون پروداکت، ما همه جور پروداکت داریم، اکسیدنت سیکنس داریم، لایف اینشورنس داریم، کریتیکال ایلنس داریم، یه پروداکت کنسر پروگرام داریم که فقط برای کیمو رادییشن، برای شیمی درمانی و رادیوتراپی مثلا استفاده میشه. خلاصه که پروداکتش خیلی پروداکتیه که مردم خیلی به دردشون میخوره و همینطور هم یه سری فاند داریم، segregated funds که قشنگ اینوستمنت و ما اینوستمنت رو برای آدم ها انجام میدیم.